من سر و چهار بردم بشم بد جویدم زحمت کشیدم هیچ تو خند قرآن کردی همسایه نزدیک تماس تو هم زحمت خبر نکردی چی رقم مردم شما تمام لافتام نلینام کمپالام هم بباله میمونا تو سه چهار شب میشه کاش که تو خند قرآن دو نفری یا سه نفری میگرفتی 400 نفر خبر کردیم یک مسجد هم هستیم خودت تو 5 وقت نماز میخونه آخر هم خبر نمیکنی این دو روز سرت مشورت دم به تمیدم به سر فاتحه تو بودم به سر جنازه تو بودم به سر قبرستونی بودم به همه کار تو بودم استاده بودم گیلا گیلا بیا اینجا بده همه فکر نمی کنم بیا دیگه چیکار میکنی؟ بیا بشی اشته تو کم رنج کردی چرا بابا؟ اشته رنج که واره شده دست تو چرا بابا؟ تو مقدم میای فکر نمی کنی ما آدم اینجا شیشته یون نه سلام نه و علیکم یک مونده نبشی تو چی رقمی؟ از این کلمتر چی می بشی؟ گردن همه بند باشه بابا به می کوچی ما همون زر آدم نیه شما برای همین سرار همین محله شماره کنین از اون سر کوچه تا بزی سر همین کوچه شماره کنین سرار شماره کنین سر کنین به می سرار چند نفر میشینه همون زر نفر نیه که همون زر عدست نکم دیوانه شدم دیوانه که میفهمی اصحاب خور عدست شدم نون خوش کن نمکی چون مرگ موش پوست گربه اینا میخریم بابا بس اگر روز یک نفر دو نفر بیان 60 نفر همون در فکرن که وقت و وقت سعی نمی کنن که چی موقع بیان که اینا به چیزی به خوب استونم تیمی کوچه میمونا همینا کینا همینا که قرق میکشم تیمی کوچه مرد دارد اما در فکر نمی کنم همین همسایه مریض داره همین همسایه غم داره همین همسایه شدی داره چی داره که تو برا کله گنده توی دیگه و 16 سه دیگه و تاکوچی ما خیلی نکش چه نخره میری سر دیگه طور خودی همین بچه غلامت تنورماز دیگه طور نبین که را بگردی چرا؟ بفهمیدی؟ تو سعی کن تو هم مقدر فکر کن من به سر جنازه اینا بودم به سر فاتحه اینا بودم به همه کار خدمتی بودم آخرم به من 400 نفر خبری ختم قرآن که من خبر نکرده کی بابا؟ زود میری لافتا و کمپلان الیچار همه جمع میکنن از سرایور میداری میاری کی بابا؟ همین همسایه که در جنازه نبود همین بود غلامت نورمال غلامت نورمال پیاریو خدا بیامرزه امیر میگم دیگه پس من دارم با تو زردک رزه میکنم اینجی که چه کار کرده بابا؟ ختم قرآن کی بده؟ دیشب ختم قرآن کرده 400 نفر خبر کرده من خبر نکرده هم به سر فاتحه بیدم هم به سر جنازه بیدم هم کار ایساکو دو دست ایساکو احترام استاده بیدم راست میگم بابا این چرا خبر نکرد البته عیاد رفتیم بابا چی؟ آدم عیادم میره همسایه نزدیک به نزدیک باشه یک مسجد باشه خب شاید بابا مردم گلچین کرده باشه حالا که مردم به اسم خوب مثلا عروسی میگیرن ختم قرآن میگیرن مثلا به اسم خوب خاطر بابا میفهمین چیه؟ من خاطر ساده تریم بابا شما گفته میشه یک دم نمیجگاه یک پلوکی بپرونه مطب محفل اینا مثلا این گپا به درد من نمیخوره گیلا تز میری کمپلان علیچا لاف دارم بال میری لافته که من طالب بالا خون نکردم با عمره همون لافته قصه شون داد میشه حالا میمونای نه برو مستمع برو همون جمع کرده بیا بابا چی بعده چیه اگه با چای گفت بعد میگم پیار ما بعد نیم پیار ما سادیه با میمون نکرد وخ گپ کم کوخ برو بگم وخ برو جمع کوخ وخ برو از اینا بس بده از عباسک میگم عباسک بده برو هر کار میکنی برو زید عمل بس بیا تیره مدیم همسایه درینا
تو پیار مخاطر ایلی نمیفهمم ایلی چیزم تو خبر نمیکنی ها؟ برو تو نمیسونی نه؟ نه بیزارم تو از همسایه داری همسایه داری که بقیه شدی تو ما برسم خیرم به خدمت قرآن 400 نفر خبر کنی من خبر نکنی یک مسجد هم خودتو بیا 5 وقت نماز میخونی سلام نه عباس خیلی جان جناب خوبه خیلی کرد عباس بله انا پیار من گفتن که همو نلیچه و لافتام و کمپلام و رمینار بدیم خیر بینی چرا؟ بله آقای میمون در تل خلاص نشده باشی خلاص میان در سرش میاد نمیشه عباس چرا؟ ما همون لافت انو به بال خونه انداخته بدیم کمپلام و همه میتون نو بدادیم دست شما انا ما پشیمون شدیم گفتم همون کمپلام و اینا رو بدیم حالا برو تو به سراخ برو چی خاطر بیامد اقتدار شدی الان میمونه ها نرفته ها؟ الان میمونه ها تا خونه بیانه من از لفتا میدی تو سیکو عباس پیار ما شما گله میکن پیار ما شما گله میکن میگفت که اینا فاتح و جنازه داشتم انا ما به سر فاتح و جنازه از اینا شیشته بیدم اینا مر به ختم قرآن دیشب شما ختم قرآن نداشتیم خب این پیار ما چرا نگفتیم میفهمی چی؟ مثل که حیات پیانو برفته بده که پیار تو خبر کنه پیار مادم مسفید کلونه شما حیات شما بره من چیچیلکی اون کو ما حیات شما برفتم پیار ما حیات شما برفته ببخشین و پیار خواهم بگم اینا گفتم ببخشین حالا بارو که خط به قرآن ما خیلی میمونا داریم و خدا پیار من میت اعصاب خرابه که میت مثل می برقای که شرطی میکنه اعصاب پیار من خرابه گفت تا کمپلا و لافتام رو نمیستینی نیلیچار نیه برو دیگه مال به جنجال ننداز خدا کله گنده خوبی من اینجا میگم چون حیات ما برفته من که چیچیلاکی و حیات تو برفتم پیار من که چیچیلاکی نیه پیار من چیچیلاکیه پیار من حیات تو برفته گردن ما بند باشید سخت کبریت به شما بداده باشم بگرم بیاره پیار من به سر فاتح و جنازه شما برفته بشیشته ما برفتم مال ختم قرآن حال ما با خاک کی پیار من خبر نکرده مردم گوشنی هم بودن میگن کیسه قرض میکنی خرج نکن چیه ماما برو خانه خب برو ماما جو برو اینجا ما اختلاط میکنی برو ماما خود دکه میفتلای گیره خوبه دیگه ما میانم برو خوبه و بیا خواهم بگو ببخشید چی بگم؟ بگو ببخشین یاد ما رفته بودیم بفهمیدی خوبه برو اونا رو آماده که بیار در سلام هم میام آله خوب دادا بیا یک دقیقه امیت یک کار اشتباهی نشد چرا؟ امی بچی ما نوروز گیله خب بیاد به در سرام خودی مکان جنجال هم گفت اگمون نلیچا و کمپلا مار بیان که چرا جنجال روی ساده کن مدام برات جنجال میگرده چرا جنجال؟ تو چرا؟ میچن شما چه پیام خبر نکردیم به سر فاتح به سر جنازه و دومی خط و چه پیام خبر نکردیم ما گفتم یاد ما رفتیم گفتم یاد ما رفتیم گفتم بله گفتم بورمون نلیچا و کمپلا مار بیان که ما میبریم آخه برو نه شد اما هرچی بفتیم برو که میارم میگه نه ما بیاره پیام گفت تو نستوی نه بالاخره بردم بدم دست بگم آخه برادم تو سیکو همین ماما نوروز و گیلک اینا کم میت ساده ترم بفهمیدی؟
همینجا میمونا داره میایم همینجا کلمه گپ میگم نمیفهمم به گپ زدن خود آدمو ساده یک دم خدا نخواسته بی آدم میره ما از همین خاطر اونا نگفتم اگه نه کم پالو نمیچو بالش دستارای نکو بیاوردن همینا رو بعد میگفتیم از همین خاطر نگفتم برو حالا کم برو جو خوب حالا کم کو خبر نکردین که تو بگفتم از چی خاطر حالا کم شکر خدا برای این جو گوشت و قرمه اینا خیلی موندن یک دیگه بردارن از همه چیز برای نوبند به اندازه 5 6 نفر بند ببرک به در سرای بگو که حیات ما برفته بوده که شما خبر کنیم ما برار خوب گفتم برار معیاد اینا رفته بوده انا اینا رو بگیریم خیر بینیم به اندازه 2 عدد 3 عدد بند اینا بی از این نمیخوره کسی خیلی مونده خب برو این کارو بکن سلام بله گیله چی خوبی؟ بله اشتری گیلک چیه اینا؟ اینا غذای اودم بیان لالچا کمپلا خور بردی خیلی خوب انا برو خیلی کو بیا اینا گوشت و برنجه هر گوشت هم است و قرمه هم است و برنج هم است برو زودی بیا گیلک چی خوبه؟ İşte değil ki giller. اگه بس تکوم میگم بعده باشه میرم ولی خود تو خیلی هم نکده بعد اگه بس تکوم بده بابا خب ریک کردم چی برو فرق دیگه. دیگه بابا من به خد قرآن خبر نکنم مثل که نگاه مسخره اینا رو بخورم من مثل که مسخره نایم عباس آورده ورده ببره کو که عباس مال در سرا بودن بده ورده بده کجا ببرم برو سرا نبره بابا جان اینا میخورین گوشت و برو برنج که تا گوش نمیزنم برو دیگه اصلا من خراب نکن برو حداقل یک شو چاشت مار میشه دیگه پره میگم مثل که من خیرات خورم برو دیگه ورده برو بده نخوری بتارو ها نخوری بتارو واشانه من میام خودت کن میشه تو تارو بخوری بده نه بابا من نمیخورم برو مدار اصلا دیگه جمع کرده اصلا دیگه جمع کرده من رو ملیک کرده من خواهم از دیو بده برو من در سرون رو بده دست میشه برو من میگو من جبه بشی چیگه بخوری نه بابا مونده شدم بده اینا چندی هست که با مونده شی تیز برو بده نمیشه که تو چه بکنو بابا تلین ندین دیگه بابا من میرم خیرات دیگه بابا ماشین پاسموندا تغییرا جمع کرده با من ریک کرده بابا ماستر چه کنیم اینا گپ کم کو چی دا تغییرا از این کنگورا به چون نوزو جمع کرده وردی سلام کاکا جو. بخیری ماما جو بله همینا تیز برو سرا خوب کردن چه ماما نگو خجالت کشی چرا خدا نکنه اینا چی که بمیره کردی؟ غذای برای جای از دستان مردم جمع کرده نه بودی بابا، بیا خدا نکنه بیا که پا کاکا نزنه جو من خیرات خور نیم اینا حتی جا کرده کاکا جو ایت سرتره چه نکن ورده برو بسر ماما اینا ورده حتی برو بسر خب من خیرات خور نشدی آخه حتی دیگه تازه برو کاکا جان برو بده برو به پیار خدا خسته اینا بس خورده باشه ماما اینا حتی دیگه برو دیگه من نمام دیگه تی چیزا برو باشه هنه بیایی سعی کنی شما خود شما بیایی سعی کنی کاکا کاکا جان من مسخره شما نیام برو بده